دعای روز دوم ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم قربنی فیه الی مرضاتک و جنبنی فیه من سخطک و نقماتک و وفقنی فیه لقراءة آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین. خدایا مرا در آن روز نزدیک کن به آنچه مورد رضای توست و مرا در آن از کارهایی که موجب ناراحتی و خشم و غضب توست دور بدار و برای خواندن آیات قرآنت به من توفیق ده و به حق رحمتت ای مهربان ترین مهربانان